السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان درس های خود را شروع میکنیم که در رمضان کمی به سبب نیکویی های رمضان نتوانستیم که ما درس های خود را پورا بگیریم، اما از بعد رمضان وعده کرده بودیم که درس ها را با همراهی شمایان شروع خواهیم کرد. و امروز که ما حضور داریم در این مجلس مبارک، مجلس نیکو، مجلس خیر، مجلس برکت، که در این فضل الله سبحانه و تعالی بر بندگانش است که بر ما توفیق بدهد که ما این سلسله از درس‌های خود را با همراهی شمایان، دوستان و عزیزان بگیریم و توفیق و رضای الله سبحانه و تعالی را در این بابت به دست بیاریم. بدونید که برادران گرامی که از افضل ترین کارها و نیکوترین چیزها این آموختن علم است که در این فیض است، برکت است، خوشنودی است، مبارک است. آموختن علم یگانه چیزی است که انسان را با درجه های خیلی نیکو و بالایی میرساند. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بدهد. کتابی که امروز ما بر شما پیشکش کردیم، پیشنهاد کردیم، این کلمه توحید، لا اله الا الله، فضیلت های این کلمه توحید، دلالت های این کلمه توحید و شرط های آن و نواقض آن، از شیخ مؤلف این کتاب شیخ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر می باشد، حفظه الله تعالی. بارک الله فیکم. میکروفوناتون خاموش نگهدار تا که به دیگرها خلل نرساند، همچنین با ما به دیگرها خلل نرسد. فقط تلاش نمایید که از درسی که ما میگیریم شما چیز استفاده برید و دانش خود را در این معنای کلمه لا اله الا الله مکمل بسازید، چون این کلمه لا اله الا الله کلمه است که سبب نجات و خوشنودی انسان میگردد. بارک الله فیکم. مؤلف رحمه الله تعالی کتابش را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکند. اول ما مقدمه کتاب را میخونیم. مقدمه پیشگفتار را در نظر دارد. مؤلف رحمه الله تعالی میفرماید که الحمدلله رب العالمین و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. سپاس و ستایش پروردگار عالمیان را. شهادت میدهم بر این که معبودی بر حق جز الله سبحانه و تعالی کسی دیگر سزاوار عبادت نیست. لا شریک له، بر او کسی شریک نیست، چیزی شریک او شده نمیتواند. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم. و شهادت میدهم که محمد بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم است. صلی الله علیه و سلم. اما بعد، سپس بعد، حفظه الله تعالی در اینجا میفرمایند شیخ عبدالرزاق البدر میفرمایند که این رساله، یعنی که این کلمه لا اله الا الله که ما با همراهی شما میخوایم در این مورد صحبت کنیم درباره فضیلت آن و دلالت های آن و شرط های آن و نواقض آن، میفرماید که این رساله یکی از رساله های توحید است در بیان کلمه لا اله الا الله. خلاصه این از منفعت بخشترین کتاب های دینی می باشد که دارای فضیلت هاست، دارای دلالت هاست، دارای شرط هاست و همچنین شکننده های کلمه لا اله الا الله را در بر میگیرد. در اصل این کتاب شیخ میفرماید که اصل این کتاب از رساله، از کتاب فقهی، فقه دعاها، یک کتاب خاصی دارند، فقه دعاها میگویند. در آنجا بیشتر از دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده است آنها را برای ما و شما ذکر یادآوری مینمایند، از آنجا گرفته شده است. و بعضی از بزرگواران، بعضی از طالب علمان از شیخ حفظه الله تعالی درخواست کردند که همین شرط لا اله الا الله را، کلمه لا اله الا الله را یک کتاب خاص نماید. با درخواست آنها، با درخواست بعضی از طلبگانی که مجتهد و کوشش کننده بودند، میخوندگی آدما، وقتی که از شیخ این را طلب کردند، شیخ گپ سخن آنها را رد نکرد، سخن آنها را قبول کرد و پذیرفت و این لا اله، کلمه لا اله الا الله را یک شرح خیلی مفید و نیکوی برای ما و شمایان برداشت کردند و برای ما و شما رساندند که این را ما برای شما انشاءالله که با توفیق الله سبحانه و تعالی به شما خواهیم رسانید باذن الله تعالی. این بود سخنان شیخ عبدالرزاق البدر. مسئله اولی که با همراهی شمایان در اینجا سخن میگوییم، اولین درسی که شروع میکنیم در اینجا در بیانی میفرماید که فضائل کلمه توحید لا اله الا الله، فضیلت های کلمه توحید. سخن اولین ما در بیان فضیلت های کلمه توحید سخن خواهد رفت. لا اله الا الله، که هر روز ما این کلمه لا اله الا الله را به زبان خود میگوییم و هر روز حیات ما با این کلمه لا اله الا الله شروع شده است و حیات ما با این کلمه لا اله الا الله چیز باید به اتمام بیابد. و خوشبخت‌ترین شخص آن کس است که همیشه زبان او بر این کلمه لا اله الا الله است، همیشه زبان او بر این کلمه است و همیشه این کلمه را با زبان خود میگه و با این کلمه زندگی میکنه و با این کلمه میمیرد. برای همین موضوع اولی که شیخ در اینجا برای ما و شما میآورد و ذکر یادآوری میکند این فضیلت های کلمه لا اله الا الله میباشد. شیخ حفظه الله تعالی میفرماید این هذه کلمه جلیله
فضائل عظیمه. به درستی که از برای این کلمه جلیل، کلمه نیکو، فضیلت‌های خیلی بزرگ است و زیاد است. فضیلت‌های کریم و خیلی نیکوی هم دارد. و فرمود لا يمكن لأحد استقصاؤها، و هیچ کسی نمیتونه تمام این فضیلت‌های کلمه لا اله الا الله رو بگوید، چون کلمه عظیم است، کلمه بزرگ است، کلمه جلیل است، کلمه نیکوست که انسان را به تمام خوشبختی های دنیا و آخرت میرساند. در این شیخ میفرماید که هیچ کسی نمیتونه تمام این فضیلت های کلمه لا اله الا الله را بگوید، اما بعضی از قسمت این را ما برای شمایان ذکر و یادآوری میکنیم. شیخ میفرماید چون به خاطر این کلمه لا اله الا الله پیامبران فرستاده شدند و کتاب ها نازل کرده شدند. خب گوش دید چی میگوید؟ میگوید به خاطر این کلمه لا اله الا الله پیامبران فرستاده شدند و کتاب ها نازل کرده شدند و به خاطر این کلمه مردم با دو گروه تقسیم گردیدند، یکی مؤمنان اهل سعادت، اهل خوشبختی، اهل نیکویی، و دیگری کافران اهل شقاوت، اهل آتش، اهل بدبختان، اهل جهنم. الله سبحانه و تعالی ما را از این اهل جهنم نگاه بدارد و ما را از اهل جنت قرار بدهد. پس این کلمه بلندترین مقام اسلام را در دین الله سبحانه و تعالی نشان میدهد. این کلمه تقوا هست، بزرگترین ارکان دین است، یکی از بزرگترین رکنهای دین است و یکی از مهمترین شاخه های ایمانی بنده است. و بدون که این کلمه راهی نجاتی توست و داخل شدن تو ای بنده بر جنت و نجات یافتن تو از جهنم با واسطه این کلمه است، این کلمه شهادت. این کلمه بدون که تمام سعادتمندی در هاست، چون این اصل و اساس دین توست. این کلمه سران تمام امر و نهی است، تمام نیکویی ها در این کلمه نهفته است، تمام خوشبختی ها، تمام زیبایی ها. بارک الله فیکم. الله ما و شما را از جمله اهل این کلمه قرار بدهد، چون اهل این کلمه خوشبخت هستند، خوشحال هستند. این کلمه لا اله الا الله سران تمام امر و نهی است و مقام این کلمه لا اله الا الله در دین بالاترین مقام را جایگیر است. تمام وصف کننده ها و تمام عارفان این کلمه رو همیشه وصف میکنن، همیشه ستایش میکنن، همیشه ذکر یادآوری میکنن این کلمه رو. حتی الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش میفرماید استعیذ بالله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. الله گواهی میدهد، به درستی که الله سبحانه و تعالی گواهی میدهد که هیچ معبودی بر حق جز او نیست و فرشتگان و اهل علم، عالمان و دانشمندان نیز گواهی میدهند که هیچ معبودی بر حق جز او نیست و او سبحانه و تعالی عزیز است و خواست او سبحانه و تعالی را هیچ کس مانع شده نمیتواند. و الله سبحانه و تعالی بسیار حکیم است در گفتارش، در رفتارش، در کردارش. بدون ای برادر و خواهر گرامی، از جمله فضیلت هایی که الله سبحانه و تعالی با واسطه قرآن در این کلمه مبارک، در این کلمه لا اله الا الله ذکر نموده است که الله سبحانه و تعالی اساس دعوت تمام پیامبران را بر این کلمه لا اله الا الله قرار داده و همچنین خلاصه تمام رساله ها است این کلمه لا اله الا الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ای رسول، پیش از تو هیچ پیامبر نفرستانیدیم مگر بر او وحی کردیم که بجز من معبودی بر حق نیست و ما را با اخلاص عبادت کنید و بپرستید. و الله میفرماید در دیگر آیات ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و در حقیقت در میان هر ملت پیامبر فرستادیم. الله سبحانه و تعالی از برای هر یک امت، از برای هر یک قبیله پیامبر فرستاد با نص این آیات که الله را عبادت کنند و از طاغوت دوری بجویند و اجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه و تعالی میفرماید ينزل الملائکة والروح من امره. فرشتگان را همراهی وحی، ملائکه وحی بر هر یکی از بندگانش کی بخواهد فرو میفرستد.
تا از جمله بیمدیگندگان قرار بگیرند و بر من کسی چیزی را شریک قرار ندهند و جز من هیچ کسی را عبادت نکنند. پس از من بترسید. الله میفرماید با ادا نمودن فریضه های الهی و با اخلاص من را عبادت نمایید. میفرماید الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه. این آیه کریمه اولین چیزی است که الله سبحانه و تعالی بر بندگانش نعمتهایش را حسابیده است و این کلمه دلالت بر آن میکند که توفیق تنها از جانب پروردگار است که به هر بنده‌ای بخواهد آن را می‌دهد. از بزرگترین نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی بر بندگانش عطا کرده است این اسلام است. درک نمودن این معنای کلمه لا اله الا الله و با آن زندگی کردن و با آن مردن است. از نعمت‌های بزرگ است که الله سبحانه و تعالی بر بندگانش این نعمت را ارزانی کرد. چگونه که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید فاسبغ علیکم نعمت ظهیرا و نعمت‌های خود را چی آشکار مانند عضو بدن و چی پنهان مانند عقل و پورگی بر شما ارزانی کرد. الله سبحانه و تعالی نعمت‌های خودش را اگر هرچی بی حسابی هرچی حساب نمایی این کم است. نعمت‌های آشکار و پنهانش را الله سبحانه و تعالی بر ما و شما عطا کرد. در تفسیر این قول الله سبحانه و تعالی که فرمود الله سبحانه و تعالی نعمت‌های خود را چی آشکار باشد مانند عضو بدن انسان و چی پنهان باشد مانند عقل فراست درک و هوش به پورگی بر شما ارزانی کرد. مجاهد در تفسیر این آیات می‌فرماید که این لا اله الا الله است و سفیان ابن عیینه رحمه الله تعالی می‌فرماید که الله سبحانه و تعالی بر بنده از بندگانش بزرگترین نعمت را که بر آنها عطا کرده است این لا اله الا الله است. لا اله الا الله میباشد یعنی شناسایی بر این کلمه، فهم و درک این کلمه این نعمت بزرگ است بر ما و شمایان که الله سبحانه و تعالی بر ما و شما عطا کرده است. و دیگری از فضیلت‌های کلمه توحید کلمه لا اله الا الله این است که الله سبحانه و تعالی این کلمه را وصف کرد و میگوید که این کلمه طیبه است، این کلمه پاک است، کلمه نیکو است. الله سبحانه و تعالی میفرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا نمیدونی ای رسول، آیا نمیدونی که الله سبحانه و تعالی چگونه مثال میزند برای شمایان؟ سخن پاک چون درخت خرما پاک است. سخن پاک، سخن نیکو چون درخت خرما پاک است که ریشه اش در زمین استوار قوی است و شاخه های آن بالا است و با سوی آسمان برده میرساند انسان را. خوش به حال آن بندگانی که اهل توحید هستند، با اهل توحید هستند که این کلمه طیبه در این آیه کریمه لا اله الا الله است. و الله میفرماید در دیگر آیات کریمه در سوره ابراهیم تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. با فرمان الله سبحانه و تعالی هر فصل میوه خود رو میدهد، در هر فصل میوه شیرین خود رو میدهد. همچنین درخت ایمان ریشه اش در دل مؤمن استوار میگردد، استوار است، هم در علم، هم در اعتقاد، هم در معرفت، هم در شناسایی، هم در قول و سخن. و این شاخه ها باشد، شاخه های درخت عملی صالح است، اخلاقی نیکو است، راستگویی است، تقوا و پرهیزگاری است که همه این به سوی الله سبحانه و تعالی بالا می رود. همه وقت صاحب ثواب نیکو است و الله سبحانه و تعالی برای ما و شما مثال ها میزند که ما و شما پند بگیریم، از این مثال ها پند گیرنده باشیم. الله اکبر. و این کلمه بدون که این کلمه توحید کلمه لا اله الا الله قول ثابت است، قول مستحکم است. چون که الله میفرماید يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه و تعالی مؤمنان را در زندگی دنیا با سبب اعتقاد مستحکمشون در این راه که با گواهی دادنشون به این کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله است و در آخرت یعنی در قبر به جواب دادن سؤالی منکر و نکیر استوار میگرداند. و یضل الله الظالمین. و الله سبحانه و تعالی ظالمان را گمراه میسازد. و یفعل الله ما یشاء. و الله سبحانه و تعالی هر چی که بخواهد
انجام می‌دهد. و بدون ای برادر و خواهر گرامی که این کلمه توحید کلمه عهد و پیمان است. آیا عهد و پیمان رو میفهمی؟ این کلمه توحید کلمه عهد و پیمان است. الله اکبر. پس بیشتری از مردمی که خیانت میکنن، بیشتری از مردمی که عهد و پیمان رو میشکنن، معلوم است که در فهم این کلمه توحید ناقصی‌ها و کمبودی‌ها دارند. پس بدون که این کلمه توحید کلمه عهد و پیمان است. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید لا یملکون الشفاعه لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. از شفاعت در روز قیامت گروه از بندگان بی‌نصیبند مگر آن کس که به الله رحمان پیمان بسته باشد. الله اکبر. یعنی در نزد پروردگارش عهد و پیمان بست، با عهد و پیمان قوی باقی ماند. چگونه که از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمودند که عهد این شهادت بر لا اله الا الله است. آن عهدی که بین بنده و بین پروردگار است، این شهادت بر این کلمه لا اله الا الله است. یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله. لا اله الا الله نیست معبودی بر حق بجز الله. و براءت می‌جوید انسان از هر عبادت از غیر الله عبادت کرده می‌شود. الله اکبر. باید انسان براءت بجوید از هر چیز و به سوی پروردگارش رجوع نماید، به سوی نیکویی‌ها، به سوی قدرت الله سبحانه و تعالی، بر اساس این تقوا و پرهیزگاری. قول ابن عباس در اینجا تمام شد. پس بدون که از جمله فضیلت‌های دیگری کلمه لا اله الا الله که این کلمه یک ریسمان مستحکم است و هر کی بر این کلمه اگر چنگ بزند حتما نجات می‌یابد. حتما نجات می‌یابد. الله اکبر. حتما نجات خواهد یافت. و هر کی از این کلمه لا اله الا الله اگر روی گردانید و به این ریسمان مستحکم اگر چنگ نزد، حتما از جمله هلاک شدگان قرار میگیرد. نعوذ بالله من ذلک. پناه به سوی الله میبریم از این گمراهی و از این مردمی که در هلاکت هستند. چون که الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش در سوره توبه میفرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هر کس که بر طاغوت کفر بیورزد سپس بر الله یگانه ایمان بیاورد، به درستی که به یک ریسمان، به یک دستاویز محکمی که دین اسلام از چنگ زده است که هرگیز و هرگیز کندنی نیست، کنده شدنی نیست. الله اکبر. و الله میفرماید و من یسلم وجهه الی الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله، هر نفری که، هر کسی که، هر شخصیتی که چی از مرد و زن نیکوکارانه روی خود رو به سوی الله سبحانه و تعالی تسلیم می نماید، خود رو تسلیم فرمان الله می کند، البته به دستاویز خیلی بسیار محکم چنگ زده است و پایان همه کارها به سوی الله سبحانه و تعالی برگردانده می شود. و الی الله عاقبة الامور، هر امور، هر کاری این دنیا که تو انجام دادی کردی، پس عاقبت این به سوی الله بازگردانده می شود. حتما حساب کتابی دارد. پس شخص نیکوکار به نیکوییش جزا داده می شود و شخص بدکار بر بدیش جزا داده می شود. و دیگری از فضیلت های این کلمه لا اله الا الله بدون ای برادر و خواهر گرامی این است که این کلمه پاینده و باقی خواهد ماند. چگونه که ابراهیم علیه السلام آن را در نسل‌های بعدی خود باقی گذاشت، باشد که آنها به سوی این کلمه باز بگردند. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه انی براء مما تعبدون. و یاد آور ای پیامبر، به یاد آور چون ابراهیم با پدر و قومش گفت. چی گفت ابراهیم علیه السلام با پدر و قومش؟ البته من از آنچه که شما میپرستید، یعنی از بت‌ها، بیزار هستم. بری اون براءت میجویم، بیزار هستم از آنچه که شما عبادت میکنید. الا الذی فطرنی فانه سیهدین، بجز آن معبودی که مرا آفریده است، پس البته او مرا راهنمایی خواهد کرد. الله اکبر. و جعلها کلمة باقیة فی عقیبه لعلهم یرجعون. و ابراهیم علیه السلام این سخن را، یعنی کلمه لا اله الا الله را در میان فرزندان خود پاینده و باقی گذاشت که به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی بندگان باز بگردند و امید رحمت سبحانه و تعالی و رجوع به سوی او، و بدون که این کلمه
کلمه تقوا هست. این کلمه تقوا است که الله سبحانه و تعالی آن را به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم لازم گردانید و صحابه از هر کس دیده سزاوارتر بر اهل این کلمه بودند. چگونه که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیه، چون کافران تسلیم گرفتند که در دلهای خود تعصب، همون تعصب جاهلیت را جای دهند، فانزل الله سکینته علی رسوله، در این هنگام بود که الله سبحانه و تعالی آرامش را در دل پیامبرش قرار داد و علی المؤمنین، و آرامش را در دل مؤمنان با واسطه این کلمه لا اله الا الله قرار داد. و الزمهم کلمة التقوى و كانوا احق بها و اهلها، در دل پیامبر و مؤمنان این کلمه را فرو ریخت و آرامش را بر آنها قرار داد. الله اکبر، این کلمه آرامش است. اگر هر کسی که برای این کلمه آرامش نیافت، دیگر برای هیچ چیز آرامش نمی‌یابد، دیگر هیچ جای دیگر آرامش دیگر جستجو نکند که آن را پیدا کردن ممکن است. چون این کلمه تقوا است، در قلب انسان آرامش را می‌افکند. و فرمود که این کلمه تقوا را بر آنها لازم دانست و آنها حق این کلمه را هم داشتند. آنها بر حق بودند که این کلمه را در حیات خود عملی بسازند. و الله می‌فرماید که پیامبر و یارانش با این کلمه تقوا سزاوارتر و شایسته‌تر بودند. و الله سبحانه و تعالی بر هر چیز داناست. الله سبحانه و تعالی بر هر چیز داناست. از ابو اسحاق سابعی از عمرو ابن معین روایت است که فرمود مردم به چیزی از کلمه بهتر دیده به کلمه لا اله الا الله سخن نگفتند. سپس سعد ابن عیاد گفت آیا میدونی که چیست ای ابو عبدالله، آیا میدونی که چیست؟ و ابو عبدالله در جواب گفت قسم به الله سبحانه و تعالی که این کلمه تقواست، پس این کلمه عظیمترین کلمه هاست. آن را الله سبحانه و تعالی به اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد و آنها به این کلمه سزاوارتر بودند. ابو عبدالله میفرماید و اهل آن بودند، الله از آنها راضی بود. و دیگری از فضیلت های این کلمه این است که این کلمه سخن درست است. الله اکبر، سخن راست است، سخن کامل است و کاملتر است. چون که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یوم یقوم الروح والملائکة صفا، یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روزی که جبرائیل و فرشتگان به صف می ایستند و کسی در آن روزی عظیم سخن نمیگوید مگر آن کسانی که الله سبحانه و تعالی با او رخصت و اجازت بدهد و او سخنان درست در آن روز بگوید و هیچ کس را شفاعت کردن نمیشود مگر با اجازه الله سبحانه و تعالی. از علی ابن طلحه از ابن عباس روایت است که در تفسیر این قول الله سبحانه و تعالی که الله فرمود جز کسی که الله رحمان بر او اجازه دهد در آن سخن بگوید سخن درست و صواب گوید، روایت نمود که گفت جز کسی که پروردگاری عز و جل است که به او اجازه داده است، با او بنده یعنی به شهادت این که نیست معبودی بر حق بجز الله سبحانه و تعالی، نیست معبودی بر حق بجز الله سبحانه و تعالی، و اینکه این کلمه آخرین کلمه سخن صواب درست و نیکوست. اکرمه رضی الله عنه روایت است که فرمود سخن صواب و نیکو و درست این کلمه لا اله الا الله است. و دیگری از فضیلت های این کلمه این دعوت حق است، چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید له دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. الله است که شایسته عبادت است و تنها تمام نوع عبادت از برای او سبحانه و تعالی شایسته است و او سبحانه و تعالی تنها شایسته عبادت است، بجز او کسی دیگری شایسته عبادت نیست. و اگر بنده اگر که از بت‌ها، از انسان‌ها، از هر کسی بجز الله اگر که دعا طلب کند هرگز و هرگز اجابت کردن نمی‌شود مگر به مثل آن کسی که دو دست خود را به سوی آب میبرد
الله مثال میزنه در اینجا با سوی آب دو دست خود را بکشاید و بزند و آن آب را میخواهد بگیرد به دهانش برساند ولی هرگز آب به دهان او نخواهد رسید و دعای کافران بجز گمراهی چیز دیگری نیست و بدونید که دیگری از فضیلت‌های این کلمه لا اله الا الله آن است که این کلمه یک پیوند محکم است، یک رابطه حقیقی است، رابطه حقیقی و پیوند محکم است که اهل اسلام را با خود جمع می‌گرداند. به خاطر این کلمه همدیگر را دوست می‌دارند، به خاطر این کلمه دشمنی می‌کنند، به خاطر این کلمه نیز جنگ می‌کنند، به خاطر این کلمه دوست می‌دارند و بد می‌بینند، به خاطر این کلمه تمام مردم مثل یک جسم قرار می‌گیرند، مثل یک بینای مستحکم میگردند که بعضیشون بعضی دیگرشون مستحکمتر میگرداند. شیخ علامه محمد امین شنقیطی یک از مفسران قرآن در تفسیر خود اوضاع البیان میفرماید که حاصل این که این کلمه یک رابطه حقیقی است، این کلمه لا اله الا الله یک رابطه حقیقی است که چیزی پراکنده شده را جمع میکند و دلهایی که در آن اختلاف است آنها را پیوست میگرداند، با همدیگر اونس میگیرند، قرار میگیرند که این پیوند لا اله الا الله هست. آیا نمیبینی؟ شیخ میفرماید در ادامه میگه آیا تو نمیبینی این رابطه و این پیوند تمام مجتمع اسلامی رو با همدیگر جمع میکنند؟ این کلمه لا اله الا الله مانند یک جسد، یک جسم قرار میگیرند، مثل یک بینای مستحکم قرار میگیرند که بعضیشون بعضی دیگر رو قوی میگرداند. در تفسیرش این سخنان را گفتند. آن ملائکه هایی که عرش الله سبحانه و تعالی را میبردارند آنها مهربان شدند، آنها گرم شدند قلب های آنها، و آن ملائکه های در اطراف تمام فرزندان آدم دور میزنند در حالی که با همدیگر مردم در اختلافند. الله میفرماید والذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به، آن فرشتگانی که عرش الله سبحانه و تعالی را میبردارند و آنهایی که در گرد آن هستند به ستایش پروردگارشون تسبیح میگویند، ذکر یاد پروردگار را میکنند و از هر عیب و نقصان او سبحانه و تعالی را پاک نگاه میدارند و او را با پاکی یاد میکنند سبحانه و تعالی را و با او سبحانه و تعالی ایمان یقین دارند و این فرشتگان از او سبحانه و تعالی بر این مؤمنانی که این کلمه لا اله الا الله را میآموزند آمرزش میخواهند. میگن ای پروردگار ما، رحمت و علم تو همه چیز رو فرا گرفته است ای پروردگار. ملائکه میگویند و میگویند که ای پروردگار، پس آن کسانی که از شرک و از معصیت توبه کرده اند و بر راه اسلام تو آمده اند آنها را بیامرز و از عذاب جهنم اینها را رهایی بخش. این دعای ملائکه است و میگویند ربنا وادخلهم جنت عدن التي وعدتهم، ای پروردگار ما این مؤمنان رو که به این کلمه لا اله الا الله امروز عمل میکنند و این را میآموزند و هر کی صالح باشد از پدران و همسران و فرزندانشان به بهشت جایگاه آنها را داخل کن ای پروردگار، بر آن بهشتی که تو بر آنها وعده داده ای داخل کن اینها را. و میگویند ملائکه که هر آینه پروردگار تو پیروزمند و توانا هستی و همه چیز در تدبیر و آفرینش تو و حکمت توست. و قیهم السیئات میگویند با سپس ای پروردگار آنها را از عاقبت بدی ها نگاه دار و من اتقى السیئات یومئذ فقد رحمته. و فرمود که هر کی را که در روز حساب از بدی ها حفظ کنی براستی که بر او تو رحم کرده ای و از عذابت آن را نجات داده ای. پس بدون ای برادر و خواهر گرامی، انمی کامیابی حقیقی انا همین است، پیروزی حقیقی انا همین است با همین کلمه لا اله الا الله زنده کردن. پس بدون که این کلمه لا اله الا الله یک رابطه خیلی مستحکم است بین تو و بین پروردگارت، بین تو و بین فرشتگانی که عرش الله سبحانه و تعالی را میبردارند و در حق تو دعا میکنند و آن فرشتگانی در اطراف عرش هستند و آن فرشتگانی در اطراف ما و شما دور میزنند. همه اینها برای ما و تو این فرشتگان الله سبحانه و تعالی همیشه دعا میکنند، خیرخواهی میکنند. پس چرا ما برای خود خیرخواهی نکنیم؟ فرشتگان الله برای ما و تو دعا میکنند، چرا در حق همدیگر دعاگو نباشیم؟ این فرشتگان الله سبحانه و تعالی میخواهند خوشنودی ما و شما رو، خوشبختی ما و شما رو، نیکویی ما و شما رو. چون که در این تفسیر در اوضاع البیان از شیخ امام شنقیطی رحمه الله تعالی بیان کردیم. پس در جمله یگام خلاف بین مسلمان ها نیست و یگام رابطه ای نیست که ما رو قوی بگردند مگر همین کلمه لا اله الا الله. این کلمه لا اله الا الله اهل زمین رو با اهل آسمان پیوست میکند. و بدون ای برادر و خواهر گرامی، دیگری از فضیلت های این کلمه لا اله الا الله این است که این کلمه یکی از نیکوترین و افضل ترین کلمه هاست. چگونه که الله میفرماید در سوره نمل من جاء بالحسنه فله خیر منها، و هر کس که با کار نیکی به نزد ما بیاید پاداش بهتری بر او میدهیم. و از ابن عباس رضی الله عنه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود مراد از کلمه الحسنه در این آیه کریمه نیکویی یعنی ذکر شده است، این کلمه لا اله الا الله است. الله اکبر. اگر هر کسی که به لا اله الا الله به نزد پروردگار وابی خورد، الله برای پاداش عظیمی رو نصیب میگرداند. و این کلمه در تفسیر این کلمه لا اله الا الله که در اینجا ما گفتیم
در تفسیر این کلمه که حسنه ذکر شده است، اگر هر کس که برای یک حسنه به نزد پروردگار برسد، فرموده که هر کس که نیکی کند پس پاداشی بهتری برای او داده می شود اگر با این کلمه عمل کننده باشد. و در تفسیر این کلمه فرمود که این گفته لا اله الا الله است. این گفتن کلمه لا اله الا الله است، چون یگام چیز بخیرتر و نیکوتر از این کلمه لا اله الا الله دیده نیست. الله اکبر. از ابی هریره رضی الله عنه همچنین از ابوذر رضی الله عنه روایت است که گفت من گفتم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر من چیزی رو تعلیم بده که مرا به جنت نزدیک بسازد. صحابه کرام چی بپرسد؟ گفتن بر من چیزی رو تعلیم بده که من رو بر جنت نزدیک بسازد و از عذاب جهنم مرا دور بگرداند. اون جواب پیامبر گوش دید صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ اگر تو کاری بدی رو کردی، گفتن صلی الله علیه و سلم، در حال از عقیبش یک کاری نیک رو انجام بده، به درستی که این کاری نیک 10 برابر اجر داده می شود. ابوذر در این مورد گفت ای رسول الله آیا از این نیکی ها لا اله الا الله هست؟ نیکی لا اله الا در این نیکی داخل می شود؟ رسول الله در جواب گفتن که این از بهترین نیکی هاست. الله اکبر. پس این کلمه لا اله الا الله از بهترین نیکی هاست. پس بدونید برادران گرامی که فضیلت لا اله الا چقدر عظیم بوده است و چقدر نیکو بوده است. و اگر هر کسی که اگر این فضیلت لا اله الا اگر به دست بیارد، یک خوشبختی، یک سعادتمندی بزرگی به دست میآورد. چون این کلمه تقوا است. اساس تقوا و پرهیزگاری در این کلمه لا اله الا الله نهفته است. اگر هر کسی که خوشبختی میخواهد پس به سوی این کلمه لا اله الا الله قدم بنهد. چون این کلمه پاینده است، باقی است و باقی میماند. و این رو ابراهیم علیه السلام در ذریتش باقی گذاشت. و هر کسی که اگر با این کلمه اگر که زندگی کرد به یک ریسمان مستحکم چنگ زده است و حتما نجات خواهد یافت و در نجات یافتن وای شک و تردیدی نیست. و این کلمه چگونه گفتم این کلمه عهد و پیمان است با پروردگار خویش. عهد و پیمان است با پروردگار خویش. چون که ابن عباس رضی الله عنه فرمودند که عهد این کلمه لا اله الا الله است، یعنی نیست معبودی برحق بجز او سبحانه و تعالی. و الله سبحانه و تعالی آن کسانی رو که در این حیات دنیا با لا اله الا الله زندگی کردن، آنها را در حیات قبر قوی میگردوند و با سوالان منکر نکیر جواب دهنده هستند. و این کلمه طیبه هست، کلمه نیک است که ثمره های خیلی عظیم در حیات انسان میدهد، انسان را استوار میگرداند و مثل یک درخت خوشگل و زیبایی که گلهای زیبا دارد و از اون میوه شیرین هم به بار میآورد، مثل همین کلمه لا اله مثل امین است، از این زیباتر است. این کلمه پاک است، کلمه خوشحالی است، خوشبختی است، خوشنودی است. الله سبحانه و تعالی ما را از جمله این کلمه لا اله الا الله قرار بدهد. این بود برادران گرامی در بیان فضیلت لا اله الا الله از کلام الله سبحانه و تعالی. باذن الله تعالی باز ما از درس دیگر با فضل الله سبحانه و تعالی در بیان این کلمه لا اله الا الله از فضیلت های کلمه لا اله الا الله همچنین از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم با شما ذکر و یادآوری خواهیم کرد باذن الله تعالی. بس پس شرط های آن را سخن میگوییم و مسائلی که وابسته بر همین لا اله الا الله است ما سخنرانی خواهیم نمود. در همین جا درس را به اتمام رسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.